بیا تا گل برافشانی ممی در ساغر اندازیم. فلک را سقف بشکافی طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش در اندازیم. شرابی ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم. نسیمی عطر گردان را شکر بر مجمر اندازیم. یکی از عقل میگوید دیگر طامات میبافد، بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم. چو در دست است رود خوش، بزن مطرب سرود خوش، که دست افشان غزل خوانی ما پاکوبان سر اندازیم. بهشتی عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم. صبا خاکی وجودی ما بدان عالی جناب انداز، بود کان شاه خوبان را نظر بر من زر اندازیم. بیا جانا منور کن ز رویت مجلس ما را، که در پیشت غزل خوانیم و در پایت سر اندازیم. سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز. بیا حافظ، بیا حافظ، که ما خود را به ملکی دیگر اندازیم. تشکر از محبتتون. خب دیگه من اصلا نگاه میکنم به اودیتور، همه چهره های آشناست. پیش از همه خوش آمدین، قدماتون نوری دیده. بعد خب برای اونایی که احتمالاً نمیشناسن من برای همینم چند جمله از روی استخوانبندی این برنامه باید درباره آن گویم که کجا تولد شدم و با چه کارها در کودکی مشغول بودم. یعنی سال 1961 بود، ماه مارت، که مادر نازنین من برای خانوادهش، برای پدر و برای برادرام، برای خیش تبارام یک کودکی را تحفه کرد در روز 8 مارت، هم برای خودش هم برای خانواده. خب دیگه غلطان و خیزان کلان شدیم. اولین مثلا چیزی که در یادم هست که احتمالاً کرای صحبت کردن همین است که یعنی زمانی که آهسته آهسته من فهمیدم که یک انسانی هستم و پدرم میشناختم، مادرم میشناختم، برادرها را به خانمان تا حدودی چند متر شاید از خانمان دورتر میرفتم و ترسیده باز دوباره بر میگشتم اگر تنها باشم. و در همین ایام که میدیدم اینقدر دنیا زیبا بود، اینقدر دلکش بود،
اینقدر همه چیز زیبا و من اینقدر کوچک در این میدگی، در این افتادگی مثلا از اون مثلا نگاه کودکانه میدیدم همه چی بزرگ بود، فقط من بسیار میده بودم و در ان همین زیبایی ها یک روز فهمیدم مثلا برای من خیلی مهم است که آدما اون وقت در زمان کودکی ما خوشبختانه مثلا کم بود که آدما میمردن، مثلا پیرمردای خیلی کلانسال میمردن، اما در هر صورت یعنی زمانی که من بار اول برخورد کردم که مثلا کسی آدما میمیرن و از همونجا تمام زندگیم تغییر یافت. یعنی سمتی چرا آدما از دنیا میگذرن، چرا میروند و همین که مثلا فهمیدم مادامی که آدم در این دنیا مثلا ابدی نیست و باید یک روز اینجا را ترک کنه بروه، برای همینم همه وقت در ذهنم همین بود که یک چیزی باید از خود در همون کودکیم، دروغ نمیگم، یعنی در همون کودکی میخواستم یک چیزی به یادگار مانیم و من سر کردم برای قلم و کاغذ گرفتم و یادم هست که چند شعر نوشتم و شعر نبود، کاملا اون چیزایی که من نوشتم شعر نبود. مثلا من یادم هست که در همون زمان کودکی ما پیانیرها آهن جمع میکردن بعد میسپاریدن، بعد خوب میشد کار دولت، کار کی خوب میشد نمیدونم، اما پیشوی مکتب در غرم آهن جمع میشد و ما درباره همون آهن پاره جمع کردیم، فلان کردیم، گفته کیم چیایی نوشتم، اما خوشبختانه بعد همش دروندم پرتافتم. من چی گفتن میخوام؟ یعنی گفتن میخوام که دیگر ذهنم همه وقت بند بود به آن که مثلا اگر یک چیزی به یادگار مانی، چیزی به یادگار ماندنی چی میتونه باشه؟ مثلا کسی را دستش گرفتن، کسی را بارش برداشتن، کسی را السلام گفتن و در یادی کسی اگر بارش برداشته باشی، یک نیکی کرده باشی، در تابستان گرم آب داده باشی، یعنی در خاطر آدما میمانه. و من یادم هست که یکی از مرگ‌های بسیار ناامید کننده همین بود که یک جوانی نمیدونم با چی سبب خودش آویخت در همون کودکی ما و همین آدم پیش از آن که چند روز پس خودش آویزه در روزی گرم، یک زمانی من بسیار تشنه بودم و من دیدم که وای در دست یک ظرف آب داره و کجای آب میبرد و وای چشماش قطعی احساس کرد که من تشنه ام و نگاه کرد با طرف من و من زبانم گویا شد و گفتم آب خوردن میخوام و گفت که آب دادن ثواب است و یک پیاله آب داد و من خوردم. اکنون قریب 50 و چند سال است که هیچگاه من همین چیز یاد نمیبرم. یعنی هم وقت میگم که همون جا که گذشتم حتما به یادم میرسه که همین گفت که آب دادن ثواب است و من اون وقت حال به بعضی معنی ها صرفم نمی رفتیم، اما در هر صورت این خیلی خوب بود و یک عمر این بچه همه وقت شاید از یادی همه رفته باشه اما از یادی من نرفته است. پس کار خوب کردن برای من اون زمان یعنی در مغزم یک شعاری از همه مهم بود، یک آویخته در پیشانی من در کجای از همه مهمتر بود و دیگر احتمال روان شدیم به سمت کارهای خیر و من نمیگم که یک کارهای خیر کردیم و خیلی آدما را رنجاندیم، خیلی آدما را مثلا اگر که دومی ما را زیر کردن گفتیم که زیر نکن جوره جان، ما دومی ما صاحب داره و به این خاطر شاید رنجانده باشیم، اما در هر صورت دیگه تمام زندگیمون دنبال همین نعمت میگشتیم. بعد مکتب میانه تمام شد و شاید حالا با استفاده از این منبر همصنفام تماشا میکرده باشن همین برنامه را، میگم که دروغ نمیگم، خوب میخوندم، خیلی خوب میخوندم و همون نقطه از همه مهمی که شاید دیگران همین شاید پندش هست در صنف 9 یعنی من سردار صنف بودم، ژورنال در دستی من بود و همه وقت من میدونستم که کی بها میگیرم
بخصوص از فن تاریخ ادبیات که من خیلی دوست می داشتم، یعنی بسیار نمیدونم برای چه یک خنک نظرانه مناسبت میکردم. من خودم میدونستم که انا امروز معلم مرا میپرسم، معلم مرا میپرسم، من همون روز 5 را تیار میشدم، می اومدم 5 میگرفتم. اما یک معلمه در صنف 8 بودیم، معلمه خیرنسا عبدالعلیوه از یونیورسیته نو تمام کرد و آمد و ما را در صنف 9 و 10 درس داد. حتی رهبری سیمون بود یک مدت. و خلاصه کدام روز من 5 تا جواب دادم، روزی دیگه یعنی پیش بچه ها در خیلی بچه گنده نبودم، من مثلا درس مال میکردم خودم در خانه. یعنی ما خواهر کلان نداشتیم، خواهر خورده معده بود، من خودم این کار انجام میدادم. خلاصه کدام روز ما درسی گذشته 5 گرفته، امروز آمدم وقتی که آرام و آسوده ام که مرا دیگه معلمه نمیپرسه و نخواست معلمه مرا میگه که مرحمت قربان دوسکا. من حیران میشم که معلمه خطا کردی، من درس گذشته جواب داده بودم، 5 گرفته بودم، اما این فهمیده بازم معلمه اصرار کرد که مرحمت. بعد من برو آمدم چی میگن چپا رو همه یک درس گذشتگی است، خیلی درسی گذشته چپا راسته چند کلمه گفتم و کجای دا کت خوردم، زبانم گرفت، سرم خم کردم. بعد معلمه گفت شرم نمیداری، تو فقط برای این بهاگیری 5 گرفتن درس میخوانی. و ما خم گفت شین در جات. این سختترین جزای بود که اصلا این جزای بهترین جزای بود که مرا برای راست برآورد. یعنی من نشستم در جام، از همه پرتای آخر دمیشتم نشستم، چنان یعنی احتمالا فشارم بلند شد، خونم جوش زد و آهسته آهسته سرم پوشاندم، نخواست گریه کردم. در صنف 8 بچه کلان است، چند دخترها چند طرف نگاه میکردن، مثلا ایرا دیده و دانسته. یعنی من گریستم. این گریم خیلی گریه زیباترین زندگیم بود که مرا خیریت برای راست برآورد. یعنی برای ما ابدی در مغز ما مثلا مهر مانده شد که این کار دیگه نکن، یعنی هر روز تیار باش. و از صنف 8 خوشبختانه و بعد 2 سال آخر دیگه سعی کردم این معلمه عزیز خیلی دست مرا راست کرد به این بهانه. و بیایید در هم میگذاریم دانشگاه آمدیم. اون وقتا شوروی بود. خب در دانشگاه ما اینا عبدالمین برادر عزیزی من نشسته است، دروغ گفتن نمیمونه مرا که شاید یعنی بلندی همون ریتینگ برابر ژورنالیستیکا و شهرشناسی یونیورسیته بود. یعنی از 25 آدم 1 نفر داخل میشد. یعنی از 20 بالا داشتگی ها داخل می شدن. خیلی ما در یک روز 25-30 نفر امتحان می سپردن. خب داخل شدیم، خدا را شکر گذشتیم. و در من برای آنکه بیهوده گپی بسیار نکنم و در دوام مکتب میانه من همه اسبابای موسیقی را می نواختم. حالا شاید اینجا کسایی باشن که ندانن همین. من تا حتی اکاردیون می نواختم، در انسامبل مکتب نشسته اکاردیون می نواختم. تا حتی این خیلی شاید برای بعضی‌ها اینفورماسیون نو باشه، توی می رفتیم. یعنی با آدمای بزرگسالتر اونا برای خودشون دستگیری کردن، یعنی سری آوازشون گرفتن و موسیقی نواختن و من نمی بردن. و من اگر اولین گنرر زندگی من، یعنی حق قلم زندگی من از روی یک مقالم در گازیت کمونیست یاوان گرفتم و اولین درآمدایی که شخصا مال من بوده است از همین توی ها وقتی که می رفتیم. چند سوم، 25 سوم یادم هست، 10 سوم، 9 سوم، همه خیلی چیزا، خیلی پول بودیم، خیلی پول کلام بود. و یعنی در نشست های کورسی یکم حتی هر جا که می رفتیم تا را در دست من می دادن و بعد من می خواندم گل با آبی. خب همین سرود من می خواندم. حاضر، یعنی صدای تاج الدین محی‌الدین خیلی شباهت دارم و از گلوی خدا رحمتی خدا بیامرزی تاج الدین محی‌الدین چند سرود می خواندیم.
و ما وا خوردم با فرخ قاسم و فرخ قاسم استاد شادروان، استاد عزیز ما، در یک صحبت به من گفت که تو کارهای میدان نکن. و من گفتم یعنی چی؟ گفت این کارهایی که تو سمتش میره خیلی کارهای میدان، اگر یک کاری میکنی در زندگیت کاری کن کارات کلان باشه، یعنی دور نگاه کن، کتاب خوان، یعنی خود تساز، شخصیت تساز. من نمیدونم حالا مبادا منی نشوه این گپی ما که شخصیت تساز با ما شخصیت ما ساختم، نگفتم این گپ. اما استاد عزیز یعنی با یک گفتن اون قسمت موسیقی را در ما قیچی زد و هیچ کینه عبدالمومن شاهد است که دیگه ما بعد او قریب که حتی برای خود من نمی نوازم در خانه. وقتای آخر مثلا 2-3 سال آخر من نه رباب، نه تار، نه دایرگان چیز در دستم نمیگیرم. چرا؟ خیلی کارام سمت دیگر رفته است، مشغولیتم دیگر است. خلاصه با این بهانه یعنی فرخ قاسم مرا برد سمتی بگیم کارهای خیلی جدی، سمت ادبیات، کتاب خواندن و سمت یافتن خودت پیدا کردن. بعد ختم اینستیتوت گروه ما را فرستادن تئاتر قرغان تپه. خیلی کار خوب کردن، یعنی گروه ما همه، من، عبدالمومن، کسایی که شما میشناسین، عمر جان، زیبا مراد و رستم واحد و خلاص اکثری بچه ها، سعدالله، حیدر، هر کسی که همکورس ما بود، ما رفتیم قرغان تپه یک مدت کار کردیم و فرخ قاسم تئاتر خودش ساخت استاد و ما را دعوت کرد سال 88 سال یعنی 82 ما رفتیم قرغان تپه. این زمان خدمت حربی و 4-5 سال کار کردگیمون اونجا صرف شد، اما کارهای خیلی خوب کردیم، خیلی خوب بود اونجا کارمان و باقی آمدیم تئاتر اهارون. بعد یک مدت ما در تمام تئاترهای قریب جمهوری فعالیت داشتم. زمانی که یعنی اهارون بود، تئاتر اهارون، و ما تبدیل شدم به تئاتر لاهوتی. در تئاتر جوانان فعالیت داشتم، در تئاتر کمال خوجندی فعالیت داشتم، در تئاتر مایاکوفسکی روسی فعالیت داشتم، در تئاتر عطا محمد جان فی قرغان تپه فعالیت داشتم. یعنی یک زمان در همه تئاترها، در همین تئاترها یک جای، یک روز من اینجا نمایش بازی میکردم، یک روز میرفتم در خوجند، یک روز در مایاکوفسکی مثلا تمرین، یک روز در تئاتر اهارون، لاهوتی، جوانان، همین خیلی. و امروز من همونی هستم که شما میبینید. تمام زندگی مرا تمرین های تئاتر فرو میبره. تنها یعنی زندگی من در ریلس تئاتر پیش میره همه زمان. اما هر کاری که بغیر این عملی می شود یعنی فرصتی بوده است که ما از ریلس یا از ریلس گرفته مرا کجایده ماندیم. پس یعنی کار حرکت در تئاتر قطع شده است. قطع شده است به معنی که من بند نیستم و آدم که بند نباشه خب آدم ایجادکار نابسته. من نمیفهمم آدم اگر ایجادکار باشه، با کتاب و قلم و دفتر سر و کار داشته باشه، وقتی که بیکار ماند مثلا 1 روز 2 روز میتونه که پاهاش دراز کرده بشینه. بعد چی؟ بعد دیگه باید سر چیزی اندیشه کنی. حتما کتاب میگیری، چیزایی میخوانی، با چیزایی پر میشی و اونا آیسته آیسته خالی کردن در کار. آدم که پر شد یا باید یک همصحبت یابی، یک کسی که خیلی مثل شما، باید یک کسی را یابی و اون چیزی که در تو جمع شده است باید خالی کنی. و اگر همصحبت که نیافتی یا چیزی که میخوای قصه کردن برای همصحبت اما کفایگی نمیکنه، حتما این میمونه و تو نمیگنجی در خودت و حتما میگیری اون روی کاغذ میاری
ما هیچ وقت در زندگیم سعی نکردم که چیزای کلانو اگر که ادبیات باشه. خب دیگه ما ادبیات گفته پامونو دراز کردیم سوی ادبیات، اما این هیچ اونایی که به ادبیات سر و کار دارن همین لحظه نگین که با خودش ادبیات کشیده، نگین همین گپا. یعنی ما هیچ دعوا نداریم، فقط وقتی بیکاری مونده میگیریم یگون چیزی می نویسیم، مگر بد است. مثلا یک همین ریشی سیاه و ریشی سفید، همه وقت آدم یعنی آدم با ریش سیاه میره و همگی یک قصه هم هست در ادبیات کلاسیکی که کسی در کدام شعری هست این شما میدونید، من فقط وایش میگم که اولین تار سفید پیدا میشه و بعد همه ریش سفید میشه، آخرین تاری سیاه میمونه. یعنی خیلی قصه، یعنی آدم در یک عوض شدن از جوانی به پیری میرسه. همین گونه یک قصه بود همه وقت مرا مثلا در ذهنم بود. یک روز من نوشتم که برادرم، مثلا بچهای جوانا شاگردای من شاید میدونن، مثلا همون حکایت کوتاه همین خیلی است که برادرم سفر طولانی داشت، برگشت، خیلی مثال پسما نشده بودم، آغوش کردم، بوسیدم، از چهرهش بو کشیدم و ناخواست نگرفتم که در ریشش سفیدی دمیده است. گفتم میپرسم این سفیدی از کجاست؟ و گفتم بیا اذیتش نکنم، بعد میپرسم. بعد گذشت، فردا میپرسم، گفتم خب بیا فردا میپرسم. بعد فرداهای دیگر، یا گلا فردای دیگر، یک روز قرار دادم یقین امروز میپرسم. با آینه نگریستم، در ریشم سفیدی دمیده. یعنی آدم خودش حالا همون اشکی سر میجگان، یعنی فرصت نمیابی که واقعه ها عوض شده است، بچه ها کلان شدند، ایجاد کردن، مقاله نوشتن و اینا را به کتاب تبدیل دادن. این نیاز به یعنی تنگی وقت و هستیه که ایجادکار را فرا میگیره، از همون وابسته است. آدم همین واسطه میشه که قلم به دست میگیری و گاها خب اینش هم هست که اگر که یعنی چیزی نوشتگیت خوب نباشه، بر وقتر باید به خود بیایی دیگه ننویسی. برای خودم، برای دل، برای آرامی دل خودم این کار ما انجام میدم. و ای کاش اگر که آرامی دل ما که تنها برای من است، یک کسی عکس صداش اگر در بیرونم یا و پس من موفق شدم، وگرنه حیف این قلم، حیف این ورق، حیف این وقتی که صرف شده. باقی اگر دل آدم میخواه، اگر یکون چیزی که در همین موضوع سوال داشته باشین بفرمایید، اگر نه صحبت با استفاده از هستی شما ادامه میدیم. مرحمت اگر سوال داشته باشین. شما در همه صحبت‌های خود از مثنوی بسیار سخن میکنید. این سبب غرق مثنوی شدن شما در چی باشد؟ مثنوی معنوی به یگان دروغ کتاب روی میزی من است. همه زمان حدودی تقریبا 20 سال اخیر از زمانی که ما آهسته آهسته وارد شدم. چرا؟ برای آن که ما در یک هفته 2 مرتبه درس مهارت اکتیاری در اینستیتوت راه اندازی می شود و ما هر بار سالهای دراز هر بار از دفتر یکم مثنوی شروع میکنیم. هر روز 2، اگر حکایه ها بسیار کوتاه باشن، اگر میتونه 3 تا یا 4 تا باشه در یک روز. چرا کوتاه؟ بعضیاش، اما حکایه های طولانی هم هست. برای همین به حساب میانه در هر درس ما 2 تا یا 3 تا یا 4 تا حکایه را در بر میگیریم، تحلیل میکنیم، پنداش هم میگیم و همین گونه در یک سمستر، در 6 ماه یک دفتر تمام میشه و مثنوی معنوی عبارت از 6 دفتر است در 6 سمستر. همین این کتاب مثنوی معنوی تنها به خاطر همین است. یک شعری که من چند جا خواندم، اینم از فریدون مشیری است. شعر این گونه است:
گفت دانایی که گرگ خیره سر مست و پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاری است پیکار سترگ روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور و بازو چاره این گرگ نیست صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور و پریش سخت بگرفته گلوی گرگ خویش. وی بسا زورآفرین مردی دلیر هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک رفته رفته می شود انسان پاک. هر که با گرگش مدارا می کند خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روزی پیری گرچه باشی همچو شیر ناتوانی در مصاف گرگ پیر. مردمان گر یکدیگر را می درند گرگ هاشان رهنما و رهبرند. آن ستمگاران که با هم محرمند گرگ هاشان آشنایانی همند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب با کی باید گفت این حالی عجیب. مهارت هنری قربان صابر در کدام صحنه تئاتری و کینو به مردم معرفی شد؟ در تئاتر باختر قرغان تپه اون وقته باختر امروزه. یعنی ما نخستین کارهایی که بعد دانشجویی انجام دادیم این تئاتر قرغان تپه بود. هرچند زمان پرستوی سال 89 من از تئاتر قرغان تپه الکی به تئاتر اهارون گذشته بودم، اما این نمایش در تئاتر قرغان تپه که به دوشنبه آمده بود برای حساب چی بود پرستو بود. آمدیم اینجا وقتی که این نمایش اجرا شد سال 1989. یعنی در این پرستو من با جایزه برای نقش ترتوف با جایزه بهترین بازیگر مرد سزاوار شدم و از همین جا بود که خیلی حس میکردم که آدما میخوام ببینن که من چه خیلی لباس پوشیدم، بروتام چه خیلی، قاشام چه خیلی. خلاصه همین خیلی تمام. این سوال ده من پورا جواب دادم از تئاتر قرغان تپه. شما در زندگی دروغ بسیار بیشتر میگوید که چرا که لابلب تکرار به تکرار پیش از سخن راندن همین دروغ نگویم گفتن همین سخن ابراز میکنه. هر چیزی را که میگوی یعنی بر میکشی و میگوی که مبادا یگون شاهد نباشه بگه که خیلی نبود. همون زمان فرض کردیم عبدالمین تمام زندگی مرا 5-5 باره میدونه و من میگم ای خدا یگون چیزی نبیایدم که ای بگه حیفی تو. من میخوام در هر صورت درباره این سوالی تو خیلی جالب است بگم. یعنی اگر بخصوص ژورنالیستایی که میاین و میآمدن پیش من میخوندن و یکیش تو بودی، بسیار وقت در آغاز کار من و یارم میگفتم که برای رابطه پیدا کردن که یگان بار صحنه تئاتر بازی کردی؟ همشان میگن نه. و بعد من میگم که شما بازی کردین این کارا، شما میدونین این چیزا، و یا میگن که نه این خیلی نبود و اونایی که در صحنه یگان چی بازی میکنن اونا بعد به خاطرشون میاره. من میگم این نه اون چیزای بازی کردگی شما یعنی چیزای صحنه ای را هم بازی میکنن، اما شما چنان بازیده اید که هیچ کس برابر شما بازیده نمیتوند. همین بازی را بازی کردید و یا میگن نه و من میگم که بازی کردید. و بعد
آیسته آیسته دوام درس مثل همینجا. حاضر هر کدام شما اگر بگین ما بازی نکردم، ما در شما همون جایی که بازی کردید مییابم. یعنی شما بازیگری خیلی خوب هستید و در اون بازی هیچ کس بای دادن نمیخواه. اگر همین استکان می بود، من یک شعر دارم، اینم از فریدون مشیری است. من خیلی شعر زیبا است. خب شما تصور کن که دست ما استکان است. خب این پشه در استکان آمد فرود، تا بنوشد آنچه واپس مانده بود. کودک از شیطنت بازی کنان، بست با دستش دهانی استکان. پشه دیگر لقمه اش را لب نزد، جست تا از بند کودک وارهد. خشک لب می گشت حیران راهجو، زیر و بالا بسته هر سو راه او. روزنی می کافت در دیوار و در، تا به آزادی رسد بار دیگر. هرچه بر جهد و تکاپو می فزود، راهی بیرون رفتن از چاهش نبود. آنقدر کوبید بر دیوار سر، تا فرو افتاد خونین بال و پر. جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ، لیک آزادی گرامی تر عزیز. من یکی از شاگردهای استاد قربانی صابر هستم. سال 2007 تا 2012 و وقتی که در یگان جا صحبت میکنیم استاد، همیشه تکرار میکنیم که یکی از خوشبختی های من، اگر که چند خوشبختی های خوردم داشته باشم، یکی از خوشبختی های من تکرار میکنیم که در کورسی استاد قربانی صابر افتیدن است و این دیگر بچه ها میگوین و تصدیق میکنن. واقعا وقتی که سال 2007 با دانشکده داخل شدیم و شاگرد استاد شدیم، یاد دارم یکی از انشاهای آزادی که از ما گرفت استاد، موضوعش دهه من بود. اگر خطا نکنم این اولین انشا بود. همش من محفوظ نگاه میدارم. انشاهای سهراب جنجالوف در دست من هست. هم انشا به خدا همش مولانا نجمیدین و انشاهاش هست، خورشید مصطفایف، حسن چیلایف، همشون با کی هست؟ زرینه بدالوا، عبدالمومن انشاش هست. شوخی میکنم. و انشای دوم یادم هست من کیم که خیلی جالب بود. یک چیزایی نوشته بودیم و استاد همیشه بعد درس دیگر برای ما جمله به جمله میفهموندن که این جمله مثلا شکل جمله بندی نو درست است، این فکرهات مثلا پورا نتونستی بیان بکنی. این چیزهایی بود که خوشبختانه ما بیشتر توجه کردن یاد گرفتیم و بجز اینها که همیشه یکی از طلباتوی درسی استاد کتاب خواندن بود. یاد دارم که ما در مدت 5 سال خوشبختانه این چیز عادت شد برای ما و یعنی کتاب خواندن. салом ба ҳузур доштагиҳо. ман фақат як камтар мехоҳам илова кунам дар баробари оне ки устод ба мо дарси вазифаи асосие ки доштанд, бояд аз мо ҳунарманд рӯи саҳна биёрам, тайёр кунанд. аммо устод саҳмшон барои инсон буданд, барои шахсият буданд ки ҳамун замон мегуфтанд устод ки шумо бояд шахсият бошен, шумо бояд фикр кардана ёд гирен. мо ҳамун вақт ман намефаҳмам ки کارت استاپ و منظرعلی همون شاگردی که بعد در تاشکند ما در قطار نمیدونم
5-6 هزار بیننده نشسته بودم و از دست ژرار دپاردیه و دیگرها جایزه گرفت. من همین گفتنی بودم که استاد یک زمان یک صحبت داشتن که هر کجا میرم هر کسی میگه که ما شاگرد استاد قربانی صابرم و خیره یادم میاد از کسایش که میگن ما شرم دارم برای که وی میشناختم و در کدام حالت بود و چگونه شاگرد بود. از کسایش شرم دارم که گویان در کجای ما شاگرد قربانی صابرم و ما تا امروز تا همون زمانی که همون جایزه را میگرفتیم ما بعد جایزه گرفتن میخواستم سوال تیم استاده که ما میتونم بگم که امروز فخر کرده گویم که ما شاگرد شمایم. ما حاضر گفتم که من نشسته بودم تا از دست ژرار و چی میگن اونجا جوری خب تمام دنیا بود، دنیا و من نبرآمدم صحنه اما شاگردی من برآمد که من افتخار گفتنی هستم که چنانه که نام برنامه رو مؤلفان خط زندگی ماندن خیلی یک نام خوب گذاشتن. در این موضوع میخوام یک چیز بپرسم، یعنی اکتور هنرمند تا جایی میدونیم که تشخیص کننده درون انسان است، انالیز میکند و شما باور دارم که زیاد فکر کرده در این مسئله ها. یعنی شما خط این زندگی رو چگونه فهمیده، چگونه درک کرده تا امروزه و چی پیشنهاد میتید برای ما جوانان؟ خط زندگی خود بله. ما به این بهانه میگم که هیچ کسبی نبوده است در دنیا که من اینقدر دوستش بدارم و بگم که من اهل این کسبم و این آموزگاری است دیگه. به این یگان چیز دیگر رو نمیشناسم. ببین همتون جمع شدین برای هنرمند، برای قربانی صابر هنرمند، اما من در کار هنرمندی خیلی ناچیزم، خیلی کارا از عهده‌اش نمیتونم. یعنی اون سطحی که باید باشی من نمیدونم کجادم. خب این شما خودتون باید بگین که من در کجایم، اما اون بلند است. اما یک پیاله چای و یک دهن نانی که چندین سالای طولانی من 40 سال شد من آموزگارم درس میگم، اگر یک پیاله چای حلال خورده باشم از همون درس است. چرا اگر از روی معیارهای مثلا قانونیش اگر 10 ساعت من باید کار کنم در یک هفته، من 70 ساعت کار میکنم. اگر در یک سال 700 ساعت در کار باشه 1700 ساعت من کار میکنم به آن که مینت کنم. اگر همینجا مینت شد وای بر من. یعنی من میگم خیلی دوستش میدارم. اکتیاری یک چیز خیلی خوب است، عالی است. این کسب به هیچ کسب دنیا من برابرش نمیکنم. چرا در دوامی سوال تو که من بارها مثلا انا این خیلی از چشمی مثلا هیتلر علیه لعنت خیلی که ارتق خودر میگه نگریستم به آدما، از چشمی لیر نگاه کردم، از چشمی فردوسی به آدما نگریستم. این خیلی جالب است بچه ها. این امکانیت دیگه کسبا ندارن. من ژورنالیستی کردم دوست میدارم، خیلی عالی است این کسب، اما حتی ژورنالیست ها خیلی امکان ندارن. آدم وقتی که حقیقت حالی مسیر زندگیش میبینه میشینی و میگو که دیگه نخیزم، کاش بترک مرا، پاره کن، دیگه نبینم همه زندگی را. اما وقتی که بازم به خود میایی، عقلت بازم برمیگرده به خودت، میگو که مانده نشو، برخیز. اما این معنی اون نداره که ما دست بکشیم بگیم که نه، بگذار یک دهن نانک حلاله که از این کسب میخوریم حلال است، انا اون حلال است. قبولی نمایش فردوسی در فستیوال شهر اوش برای شما غیر عادی بود یا چنین پذیرایی را انتظار بوده؟ جالب است. وقتی که ما سفر میکردیم در راه ما ماشین قطعی از زمین رفتیم و خیلی شاد بودیم و وقتی زمانی که از قرقیزستان سرحد عبور کردیم و می رفتیم ناخواست درباره فستیوال اون نزدیک شد که بچه ها همه سر کردن تحلیل فستیوال و گفتن خب یعنی
جایزه داره، یعنی فستیوال همه رکنای فستیوال هست در این فستیوال. آرت آردان هم داره و فستیوال پول داره، همه چی داره. و بعد گفتن که یکیش گفت که ما گران پری میگیریم. چرا گران پری اینجا گرفتیم؟ گران پری میگیریم. بعد یکیش گفت که خب فلان چیز میگیریم. اما سلطان عثمانوف گفت که من خودم نقض میدونم، یک پریز ما داریم. به همه دقت کرد. خب کارگردانی یکمی تئاتر ما گفتن چی؟ گفت بهترین نقش مردانه. من گفتم التماس نگو این گفت، چون که خیلی بچه‌ها بازم در پیش عبدالمومن من میخوام صدقاً بگم که و برای شما هم وقتی که یک هنرپیشه در مسیر نمایش ها نقش اول داری و این نمایش ها همه وقت در فستیوال ها اجرا میشن، همه وقت نمیتین که بهترین نقش مردانه را. من بارها سرکوب شدگیم در همین گونه فستیوال ها. مثلا هیچ لذت تلخی وقتی که من بهترین نقش مردانه را در برای بازیدن لیر ندادن در همین فستیوال، در فستیوال پرستو خیلی بد بود. چرا من امروزم دعوا دارم که برابر لیر، بازیگری لیر در اون فستیوال هیچ کسی نبود برابر لیر، اما ندادن. یعنی این تلخ بود. حبیب الله عبدالرزاقوف خدا رحمتشون کنه جوری بودن، بیرون برآمدن کیم چی، یعنی مثل حبیب الله عبدالرزاقوف تحلیل که عاقلانه بود، حق و حلال بود. من گفتم استاد نگین، اقلا پیش اومدن نگین چرا برابر لیر نقش نبود. گفت درست، اما جوری گفت که یک تمیتیم و مادامی که گران پری دادن، کیمچی دادن، گفت ما شما ندادیم. یعنی این مسئله ماندن. یعنی عبدالرزاق میگفت که این درست است، اما قرار جوری همین بود که نمیتیم شما دا. خلاصه انا که برمیگردیم به آش، اینا که گفت در دل بازیگر الله میغلطه. دروغ نگین، همین خیلی یعنی شما هم باشین میگین که میتین حاضر میتین، انا حاضر می. ما رفتیم اونجا، ما امکان داشتیم از 10 نمایش 8 تاشا ببینیم. 8 نمایش دیدیم، هیچ کدامش برابر فردوسی نبود، بازیگریاشون نبود. و ما گفتم راست میگه همین اکای سلطان. اما ما برای آن که این تجربه بار اول نیست، وقتی که زمان اعلان جایزه ها بود در زال پوری آدم شوقون داد و وای برای هر یک جایزه وای و داد میگفتن. و وقتی که بازیگری مرد آمد، من همین قدر خون سرد کردگیم، اینقدر خود من تیار کردم برای آن که بعد مرا وقتی که نمیتیم من طرف تویم نگریستتانمو صمیمی بخندم، طرف تویم صمیمی، هیچ گپم دروغ لوام نلرزه، مثلا دستم نلرزه که مرا ندادن، چون ندادن. این خیلی چیز هست. من درونه باز کردم که شما ببینین این کسی که می نمایکو در گالیوود هم وقتی که اسکار میگیرن و تیار میشن وگرنه میلرزن، وگرنه برادر اسکار است چه خیلی نمیلرزی. این هم اسکاری همون آسیای میانگی است، مایده چایده نیست. خلاصه من خود کاملا تیار کردم و فریب خوردم. میدونین برای چی؟ من تیار بودم که آرام همه ده میگم این کار نمیشه بچه، اما ناخواست اعلان میکنن فردوسی. همی که فردوسی گفتن و من همی لرزیدم، یعنی من لرزیدم، گفتم ممکن نیست. چرا؟ و وقتی که خستم اجام خدا میگفتم که پیش پایان نخورم، من انتظار نداشتم برای اینکه خودم تیار کردم برای اینکه نمیگیرم. اما گرفتن همون گونه اگر من تیار میشیدم که بگیرم میگرفتم، هم موقع میلرزیدم. از آن که من خودم تیار کردم که من نمیگیرم و که دادن هیجان مرا فرا گرفت. هم خیلی صحنه برآمدن، ای خدا گفتم مردم که اما زینه های کو کجا در پیش پای خورده شرمنده نکنم. یک کاری کده برآمدم بالا. خلاصه همین بود. من به سوالت جواب دادم.
قربان من نیتی سوال دادن نداشتم. راستی که متصدی گفتن سوال اگر تونی، من گفتم نه من سوال نمیدم، اما صحبتی تو همین خیلی ساخت که باید من سوال کنم. و ببین زندگی 62 سال تو میرود الکی و با گفتی خودت که فرصت زندگی دیگر کم مونده. خب من از نظر روانی و روحی نمیدونم، اما جسماً ما این طرف دیگه ریخته شدیم. خب مثال من تاری سر دیگر این طرف ریختن است. و اون چیزی که تو گفتی وقتی من گفتی نزدی اهارون آمدم و با استاد فرخ قاسم واخوردم و با اشعار بزرگانمان واخوردم و دست زدم با اونها و ساختن خود شروع کردم. اکنون گویی حاضر این طرف از 62 بعد چه از ساختن است و یا ریختن؟ 72 سال زیستم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. خب خیام ایره ارسطوتل هم در یونان قدیم گفته بوده است، همین معنی را ساختن است اما ریختن نی. حالا ساختن است. زمانی دانشجویی بود، تقریبا ماهای دکبر، ساعت 11 به 12 بود. استاد در آمدن، اودیتوریا که ما درس میخوندیم آینه ها رنگ کردگی، پرده کشیدگی، ما بیرون نمیدیدیم مثل تئاتر. بعد استاد گفتن که وقتم خیلی کم است، یک چند جمله میگم بعد جوابتون میتونم. ساعت 11 نیم بود. بعد چند جمله گفتن، بعد یا زمان یا چون رسید گفت همین تریزه را هوی کنین کمتر هوا درویا. تریزه را هوی کردم بیرون علاقه تاریکه. استاد تاریک شده، ساعت چند شد؟ این ساعت 5 ده، ما عبید نکردم. بعد ما آیسته گفتم استاد ما صبحانه نخوردگیم. استاد بعد از نقش آفری در نزد اویله، در نزد همسبقان خود چگونه شخص است؟ همین را میخواستم فهمم. برای بسیار فیلم های شما رو من تماشا میکنم، بسیار نقش های بعد هم که اجرا کردگی هستین در فیلم ها. هم را خواستم فهمم که در پس پرده شما چگونه انسان هستید. بیاین این خیلی جواب دیم. یک فیلم رفت، شاید شما دیده باشین، همین یک مردی کیپکدار در سیمای ما میآید خانه‌شو جنجال، قرضدار ای کسی، بچه‌ش هم میزنه، او بچه‌ش هیزم بره بشکن میگه. دیدین هم خیلی فیلمه هیزم بشکن میگه، درونی ماشین درست میکنه میبراره در پشت سرش میزنه. او بچه گنگ است و همین قدر او را اذیت میکنه و او گنگی یعنی پشت پرده بین است. همون روزی که پدرش چپه میشود با ماشین و میفهمه که نرو میگه، اون پشت قطعی انیمه میکنه همون بچه را میره و میزنه، ماشین در چپه میشود و بعد این بچه دویده میایه بالای سرش، یعنی از درد آوازش کشاده میشه و آوازی وی گنگ میشه، یعنی پدر آوازش میگیره گنگ میشه و بچه آواز میبره از درد. خب فیلم همین است و همین فیلم بارها پخش کردن، من بارها شطرش خوردم همین فیلم و یک قصه جالب است که به سوالت جواب میشه. خلاصه یک برادر بسیار نازنین داریم. خب یک روز خانهش دعوت کرد و گفت که پدرش از کلاب آمده است و میخواد که ببینه همینطوره که چی مخلوقی. بشوخی یعنی که چی خیلی بیارین شگفته من همون را بینم، پشتی سری بچه ده میزنه، یعنی تور قریب در سرش میزنه، بیارین ببینم شه میگه. خلاصه بعد ما آمدیم مهمانی، یک پیاله چای خوردیم، یک مدت صحبت کردیم و یکی گفتن که موی سفید وارد میشه. موی سفید نمیدونم 80 و چند ساله بود اون وقت، اچکیای کلانی ها لوپ است کوی خیلی قبط داره، یعنی کلان میکنه میده میکنه کوی، فهمیدین چی میگم؟ یعنی خیلی خلاصه همون اچکیاش قطعی درآمد در مرا کفت کدامیشه و بعد گفتن همین. من خیلی بیچاره بودم، گفتم چه خیلی مناسبت کنم قطعی این موی سفید و بعد اینا گفت و من خستم سلام تبسم سلام و وای اول حیران شد که تبسم کرده ای آدم و بعد یک 20 مینوت صحبت کردیم. بعد نیم ساعت یعنی این موی سفید ویردیک چبراه
گفت وی ما خیال ما ای گنده. گفت همون بچه پدر نهالت بده، ای گنده نبوده. و من همین قصه را بارها شنیدم، بارها دیدم. مثلا بچه های خورد بخصوص بعد فیلم هایی که من بسیار اونجا اتومات و کاراته چیزا هست نگاه میکنم و میبینم که آدم است. میگم آدمی نغزه. خلاصه من همین خیلی اون خیلی جواب شد. سلامت باشه. پس اکنون به انجام رسیدیم بچه ها. خب دیگه دوستان عزیز، هر کسی که همین برنامه را حالا تماشا کرد، من نمیدونم شاید طولانی بود، شاید بعضی جواب ها ناقص بود، بعضی فکرها در میانش شکسته شد، شاید بعضی سوال ها را دیگرگونه جواب دادن در کار بود، اما هر چیزی که بود ریخت و شد عملی گشت. این الکه یعنی پایست گذشت رفت و اگر یک لحظه، اگر یک ذره از همین برنامه شما لذت بردید ما موفق شدیم، اگر نه بازم شما را به خدا میسپاریم. سلامت باشید.